ملوحت رحیمова سانه تولدش 20 نوامبر سال 1990 شهروند تاجیکستان که در ناحیه ایسنیورت در کنار شهر استانبول ترکیه کار و زندگی میکرد روز دوشنبه 29 نوامبر بر اثر طوفان شدید خرابی آوری که به استانبول و دیگر قسمت‌های ترکیه اصابت کرد به طور فاجعه‌ای به هلاکت رسیده است. حالا جمعیت تاجیکان ترکیه خویشاوندان این جوانزن جوانمرگ را جستجو دارند تا جنازه‌اش را برای دفن به وطن بفرستند. بر اثر طوفان روز 29 نوامبر در ترکیه دست کم 6 نفر به هلاکت رسیده، حدود 70 نفر مجروح شدند. طوفان شدید ده‌ها راه و پل و صد خانه را خراب کرده، بام‌های خانه‌های زیادی را کنده به زمین انداخت. بنا به گزارش نشریه ترکیه تقریبا در نیمه روز 29 نوامبر یکی از چنین بمب‌ها بر اثر طوفان کنده شده در کوچه استقلال محله کیرچ نویه ایسنیورت راست به بالای شهروند تاجیکستان ملوحت رحیمova افتاده است. گفته می شود ملوحت که در ایسنیورت کار و زندگی میکرد به خاطر پناه بردن به یگان مکان امن از طوفان خرابی آور در همان لحظه که بمب کنده شد به بخت بدش در کوچه استقلال از راه میگذشت. لحظه به بالای مهاجرزن تاجیک افتادن بمب به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی نیز افتیده است. همگی 9 روز قبل از این فاجعه ملوحت رحیمova زادروز 31 را جشن گرفته بود و اینکه او در این ناحیه واقع در کنار استانبول در قسمت اروپایی ترکیه به چه کار مشغول بود معلومات در دست نیست. درباره خویشاوندان او در تاجیکستان نیز متاسفانه معلومات نیست. حالا جمعیت تاجیکان ترکیه خویشاوندان او را در تاجیکستان جستجو دارد تا جنازه‌اش را به دفن به وطن بفرستند. از همه آنهایی که این جوانزن جوانمرگ را میشناسند خواهش می شود که با این رقم تماس بگیرند: +90 555 100 86 87